بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی به نزد امام حسن بصری رحمت الله علیه آمد و گفت: ای امام، باران نمیبارد، چی کار کنیم؟ حسن بصری فرمود: بگویید استغفر الله. و شخص دیگر آمد و گفت: زنم بچه دار نمی شود. امام باز فرمود: بگویید استغفر الله. و شخص دیگر آمد و گفت: فقیرم. امام باز فرمود: بگویید استغفر الله. یکی از حاضرین گفت: تعجب میکنم، هر کسی را که به نزد شما می آید و هر سوالی را که می کند تو به آنها میگویی بگویید استغفر الله. امام حسن بصری فرمود: مگر شما سخن الله را نشنیده اید که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. یعنی به آنها گفتیم از پروردگار خود آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا. و اگر طلب آمرزش کنید او اللهی است که بارانهای پربرکت را از آسمان پیاپی برای شما میفرستد. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک میکند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار میدهد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.